در نتیجه بریشات زیاد و آمدن سیل در جماعت دیوتی ماندره و یوری خسارات جانی و اقتصادی به قید گرفته شده است. از روی اطلاعی که در سامانه سپوتنیک تاجیکستان نشر شده است، در نتیجه این آفت طبیعی یک ساکن جماعت ماندره جان خود را از دست داده است که در نتیجه کوفت و کوب زیاد جسدی و صبح روز دیگر دریافت گردیده به صاحبانش سپرده شد. اینچنین 10-15 خانه‌های استقامتی ساکنان قسماً خراب گردیده است. سیل بر راه‌های ماشینگرد و پیاده‌گرد ضرر رسانیده باعث مشکلی به گذشتن اهالی گردیده است. اینچنین به زمینه‌های نزد حولیگی و پلیسی ساکنان لایقه و سیل درآمده عاقبت‌های خرابی آور به بار آورده است. صبح بعد از به عمل آمدن آفت طبیعی رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با مسئولین وابسته شده به مکان‌های ضرر دیده تشریف بردند. در رفت سفر رئیس شهر به خانه‌های هر یک از ساکنان ضرر دیده وارد گردیده از حالشان پرسان شد. رئیس شهر عرض و شکایت هر یک ساکن را تا به آخر شنیده باعث کمک به خانواده‌های ضرر دیده و برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی به شخصان مسئول دستور سپارش داد. سیل به خانه‌های مردم ضرر کلانی اقتصادی رسانیده به اکثر ایوان و آشخانه و خانه خواب اهالی لایق درآمده است. رئیس شهر این وضع را دیده و به اهالی وعده داد که برای هرچه زودتر برطرف سازی عاقبت‌های خرابی آور سیل چاره‌های ضروری براه مانده خواهد شد. خانه یک زن را که قسماً ولنگار گردیده است دیده به مسئولین سپارش داده شد تا در نزدیکترین فرصت به این خانواده زمین جدا گردد و به آنجا کوچانیده شود. رئیس شهر اهالی را روح بلند نموده تا آخر با ایشان بودن خود را تکرار به تکرار بیان نمود. همزمان به قسمی از ساکنانی که در قسمت‌های آسیب پذیر قرار داشتند سپارش شد تا به مکانی امن کوچانیده شوند. در قطار خانه و زمین موادهای آذوقه‌واری و خوراک چاره‌های ذخیره نموده قسمی از ساکنان زیر لایق مانده نابود گردید. قسمی از مردم از نداشتن زمین شکایت نموده ابراز داشتند تا به ایشان از موضع‌های از آفت طبیعی بی‌ضرر زمین جدا بگردد و این نیز مورد بررسی رئیس شهر قرار گرفت. در برطرف نمودن عاقبت‌های سیل کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده شهر با سرداری افسر شعبه ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گیرجدنی ولایت سوق در شهر پنجکند کاپیتان حیدرов شیراز داوودویچ و تکنیک‌های پراقتدار جمعیت اداره مسئولیتش محدود کارخانه مشترک زرافشان به طور شبانه روزی فعالیت نموده به ساکنان آب نوشاکی و آب برای شستشو دسترس گردانیده شد. باید قید نمود که وابسته به این در جماعت دیوتی اماندره و یوری ستاد تشکیل گردیده و ضررهای پوره این آفت دقیق گردیده بهره برطرف سازی آن همه چاره و تدبیرهای مشخص براه مانده خواهد شد. گزارش مرتبه رحمان و اسماعیل جان خالوف و خیام جوریف از جماعت دیوتی اماندره.